اگر شما به فاطمه زهرا سلام الله علیها محبت داشته باشید، این فضیلت متعلق به شماست. یک روایتی رو خوارزمی نقل میکنه، میگه که قال رسول الله صلی الله علیه یا سلمان، حضرت این حرف رو به سلمان گفتن: حب فاطمه ینفع فی معتن من المواطن. دوستی فاطمه من 100 جا به دردتون میخوره، یعنی 100 جا بعد از مرحله این نشأه دنیوی. دوستی فاطمه، این 100 جایی که محبت فاطمه به دردتون میخوره، آسان ترینش مرگ است و قبر. محبت شما به فاطمه زهرا سلام الله علیها 100 جا به دردتون میخوره.